باید سردخانه بنیاد کرده شود و اینجوری آیده ساختمان کارخانه کارکرد معینه معلومات منظور کرده شد. در سمت ساحه معارف رئیس ولایت عرض داشت که طبق برنامه مذکور در قلمرو ولایت ساختمان 52 مؤسسه تعلیمی که در حالت صدمه‌ای قرار دارند با نقشه گرفته شده 20 تا مؤسسه دیگر برای تعمیر معین گردید. اینجوری برای برام برداشتن صفت تعلیم و تربیت برای آموزگاران متد و اصولهای نوی تعلیم، آموزش فن‌های دقیق، داخلشوی خط کنندگان با دانشکده و دانشگاه‌های جمهوری و خارج کشور چاره‌های لازمی اندیشیده می‌شوند. در مسئله حفظ الصحت نیز باید بیمارخانه‌ها از نوسازی کرده شوند تا خدمت‌رسانی طبی به اهالی بهتر شده بیمارخانه‌ها با متخصصان بلند اختصاص تامین کرده شوند. اینجوری بابت ساختمان راه درواز روشن، قروق روشقلا و برسم ناحیه شاهنان و ساختمان کوپروک در موضع شریف آباد و اینچنین 19 عدد کوپروک دیگر در منطقه‌های ولایت که با مبلغ‌گذاری بانک عمومی جهانی صورت می‌گیرد معلومات داده شد. در رفت جلسه مسائل‌های دیگر وابسته به تامینات قوه برق، ساختمان تالارهای ورزشی، مهاجرت اکولوژی و رشد توریسم به بررسی گذاشته شدند. اشتراکداران جلسه اطراف برنامه مذکور پیشنهادات مشخص را بیان نموده بهره عملی سازی آن اظهار عقیده کردند.